با بالا گرفتن انتقادها از سوی فعالان کارگری دولت و بعضی از نمایندگان مجلس بر سر مصوبه پرداخت حقوق مادام العمر به مقام‌های سیاسی ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس این مصوبه را به مجلس هفتم منتسب کرد و وعده داد تا مجلس هشتم تصمیم‌هایی برای لغو یا اصلاح این مصوبه بگیرد. رویا ملکی درباره این مصوبه جنجالی دولت گزارش می‌دهد. تجمع در مقابل مجلس. روز گذشته این فعالان کارگری جمع شدند تا بگویند حقوقشان را زیر کدام چتر حمایتی باید بگیرند. این تجمع در شرایطی بود که هفته گذشته مصوبه‌ای در حمایت از پرداخت حقوق مادام العمر مدیران سیاسی با 102 رأی موافق در مجلس هشتم تصویب شد. بر اساس گزارش‌ها با این مصوبه مجلس ایران مسئولان دولتی با حداقل 2 سال پست سیاسی به صورت مادام العمر از حقوق مدیریتی برخوردار می‌شوند. مصوبه‌ای که با امضای 19 نماینده به مجلس تقدیم شد ولی واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. این 7 نماینده مجلس در نامه‌ای به همکارانشان نوشتند آنچه روز 23 آبان در مجلس به تصویب رسید و در میان مردم به سرعت به حقوق مادام العمر نمایندگان معروف و در تمامی رسانه‌ها محکوم و تقبیل شد غیر قابل قبول است و باید به ترتیبی مقتضی اصلاح و جبران شود. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با امید به اینکه این مصوبه در شورای نگهبان منتفی شود گفت مصوبه حقوق مدیران سیاسی مربوط به مجلس هفتم بوده است و ما در نظر داریم آن را اصلاح کنیم تا موضوع به صورت کامل منتفی شود. حسن کامران نماینده اصفهان نیز در انتقاد از این طرح گفت چرا مقامات را باید تاقچه بالا سر بگذاریم؟ خداوکیلی مگر برخی از این مقامات سر جای خودشان نشستند؟ فلانی باجناق و پسرخاله‌اش را می آورد و بعد هم با حقوق مدیریتی بازنشسته می شود. مقامات از امام یاد بگیرند که سیب زمینی می خوردند. حالا کمتر از 1 هفته پس از تصویب حقوق مادام العمر مقامات سیاسی، بعضی از نمایندگان مجلس که میگویند نماینده مردمند تلاش می کنند که آن را اصلاح یا حذف کنند. رویا ملکی، صدای آمریکا.